دغدغه من خدمت به کل جامعه است. برام فرقی نمیکنه که جوان باشی یا پیر باشی، فرق نمیکنه آسیایی باشی یا اسپانیایی باشی. خدمت برای همه است، آدمای معمولی یا حتی آدمای گی. من قول میدم که به همتون خدمت کنم و برای همینم هست که از همتون انتظار حمایت دارم. رئیس جمهور قبلی با گیا مشکل داشت. دوست نداری باشی نباش، چی کارشون داری؟ میتونی تصور کنی یه نفر میاد جلوتون رو میگیره و اجازه نمیده با اون کسی که بهش علاقه دارید ازدواج کنید. ببخشید که میگم ولی من فکر میکنم گیا هم جزو همین مردمن. گیا با بقیه فرقی نمیکنن. گی ها درست شبیه ما هستن. اونا عاشق میشن، اونا میترسن، اونا بچه ها رو دوست دارن و برای زندگی بهتر تلاش میکنن. ولی دولت قبلی برای این باور بودن که گی بودن خیلی زشته. خنده‌دار نیست؟ جامعه هوموسکشوال یه جامعه واقعیه تو همین کشور. اونها از دکترا، از وکلای خوب و معلم ها هستن. اونها از من و از شما هستن. من به این باورم که این جامعه به اندازه بقیه جوامع حائز اهمیته، نمیشه ازشون چشم پوشی کرد. پس این افراد گی رو بپذیرید نزدیک خودتون.